این شخص سریع‌ترین شمشیرزن جهانه و همچنین رکورددار گینس. اون میتونه یه قلم معمولی رو به سلاح خطرناک تبدیل کنه. حتی پلیس پس از تماشای ویدیوهای اون ازش خواست تا برای استخدام ثبت نام کنه. اون یکی از آخرین وارثان هنر مویینگه که به اسم مویینگ شینگلو شناخته میشه. وقتی درون قلب زنی وجود نداشته باشه، شمشیر به طور طبیعی الهی میشه. شمشیر اون میتونه یه ضربه برق‌آسا رو در کسری از ثانیه تکمیل کنه قبل از اینکه پلک بزنیم. اون سیب مقابل خودش رو نصف میکنه و چیزی که وحشتناکه توانایی اون تو برگردوندن سریع شمشیر به غلافه. اون نه تنها شمشیرزنی فوق‌العاده است، بلکه چابکی قابل توجهی هم داره. خیلی راحت هنگام دویدن میتونه یه دریفت 270 درجه اجرا کنه. قدرت دیدش هم شگفت انگیزه. اون با یه ضربه تیر پرتاب شده به سمت خودشو منحرف میکنه. اون یه استعداد همه جانبه است. اگه از تماشای این ویدیو لذت بردین، کانال ما رو سابسکرایب کنید.